یک سری تاکتیک ناشناخته دارن که تو رژیم مسئولش محسن رضایی که فقط خودش میدونه خودش این تاکتیکا چیه. در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟ بله، ما یه تاکتیکایی رو ناشناخته‌ای داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد. حالا این یه موردش رو از این تاکتیک‌های ناشناخته که زیاده رو کرده، گفته بریم یه بازی کامپیوتری درست کنیم که کاراکتر منفیش رئیس جمهور آمریکا باشه. کل راه حلش اینه. کم ضربه ما آمریکا. که حالا من خواهم گفت که شخصیت شناسی ترامپو چطور میتونیم ما به صورت یه بازی رایانه‌ای در بیاریم، دست این بچه‌ها بدیم باش بازی کنن تا شخصیت ایشون رو بفهمن. خیلی خنده دارم از این بازی.